اومدیم همه پروردگار همه راضی باشه. خداوند کریم خیر کردشون الله قبول بگردونه در همین ماه شریف رمضان. خداوند ای زیاد شکنه خداوند عمرشون برکتشون زیاد کنه، ایمانشون کامل کنه. خداوند کریم به نفس به دست کنه. ای همه کلی آفت الله نگهبانش باشه. ای همه بیماریایی که آمده است خداوند همه آدمایی که یاردم کردیم به خاطر الله همه را همیشه پروردگار نگهبان باشه. خودش ما همه آدمایی که به خاطر خدا را دعای کردیم همه ما راضیم. همچون مادر ما دعا میکنیم در هم وقت همیشه سربلند باشن به ایمان و به توفیق انصافش زیاد باشه و عبادتش با پروردگار خداوند همیشه نزدیک باشه. الله نگهبانش باشه. اکلی آفتهای زمین آسمانی پروردگار 18,000 عالمین دعای ما پرشکسته را خداوند قبول بگردونه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حقا نلقاك به. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم إنا نسألك بركة في عمرنا والزيادة في رزقنا والسلامة في بدننا والتوبة قبل الموتنا وراحة عند الموتنا والمغفرة بعد الموتنا وخلاصا عن النار ودخولا في الجنة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. پروردگار کریم خیر و سخاوت که این برادرهای اندر کار کردن و لطف عنایت خویشت بر در بار الهی قبول بفرما و اونهایی را که حاجتمندن خدای پروردگار تو خودت هوایشون برآورده خیر بگردان. خداوند و لطف عنایتت خویش میدونه که این برادرها از برای تو کار خیر در این ماه مبارک رمضان کردن. اله پروردگار کارهای خیرشون هم باز هم بیشتر بگردان و آنها را و اهل عیالشون از بلاها و آفتهای زمینی و آسمانی نگهبان باش و در کسب و کار و تجارتشون باز هم برکات نازل بگردان. و خدای پروردگار اون برادرهایی که نیتهای خیر دارن و اما نمیدونن که اون نیت خیرشون در کجا پیاده کنند، پروردگار اونها را هم هدایت فرما و منسجم بگردان و این ملت مسلمان را در همه اطراف و اکناف عالم اتحاد و عدل و خیر نصیب روزش بگردان. پروردگار را به لطف عنایت خویشت یا اله العالمین هر کسی را که با واسطه خیرش میخواه حاجت از تو بخواه پروردگار را هوایشون برآورده خیر بگردان. علل خصوص اونهایی را که میخوان در این ماه مبارک دینداریشون دیانتشون و همچنین تقواشون بیشتر و زیادتر بشه. خدای پروردگار تو خودت وعده کرده ای صدقات سپری از آتش دوزخ است. پروردگار کریم این برادرهایی که کار خیر کرده ایستادن و ان الله در نیتشون باز هم بیشتر و زیادتر کارهای خیر کردن هست من بعد هم پروردگار اینها را دستشون باز هم بازتر بگردان. در انبارهاشون برکات و در کسب و کارشون برکات، در دینشون برکات، در اهل عیال و دیانتشون برکات نازل بگردون و به لطف عنایت خویش شد یا اله العالمین هر مراد و مقصودی که داشته باشن برآورده خیر بگردون. اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة في الدنيا والآخرة برحمتك یا ارحم الراحمین. برکت در کسب و کار. بیا بارکو. سلام نمیشه برشی. مکرون قریب اومده است. برنج تو. سلام علیکم و رحمت الله. اعضای کمیسیا اینا آوردیم سپریدیم اینا ایشان یگان خوش داشته گپ زن. در این ماه رمضان خداوند همتون دولت برقرارتی امری بر کمال رزق روزی فراخ خداوند تاجیکستان و این روسیه هم آبادی کنه تیزی امونی کنه راهوی کنه هر مراد مقصودی که در دل داره و مراد مقصود دولت و خوبتون بخیر ایمان با سلامت. الله اکبر. چی خواهش داره در همون سایتی یا تاجیک نویسه ان شاء الله. خداوند نگهبان. رحمت. بروردن بتونه. ما برادرایی که خدمت کردن برای آدما خداوند خیرشون قبول کنه. خیرشون پروردگار اجرشون پروردگار در دنیا و آخرت خداوند بتیه پروردگار همه خیرات کردن
ба даргоҳ қабул кард. Парвардигор хитоб саломат кунад, дар амон ҳам нигоҳбон шавад. раҳмат ба шумо ки имрӯз овардем. Шумодам раҳмат ки имрӯз ина бародаро аз ҷойҳои коршон монда мошиншона имрӯз оварда барои мардум хизмат карда истоданд. Бародарон бекоранд, кор надоранд. Барои аввалам 4 семия да гирифтем, алҳамдулиллоҳ, мебарем, месупорам шуд. раҳмат барои дастгирифтон. Дар амон бошед. Бародарони азиз